در پایتخت اوکراین شهر کیف اعتراضگران بنای وزارت عدلیه را تصرف کرده تنها بعد چند ساعت از آن بیرون شدند. ناآرامی‌ها به مناطق غربی اوکراین توسعه یافتند و فعلا مخالفین حکومت قرارگاه‌های مقامات کمش 10 ولایت اوکراین را اشغال کردند. در روسیه مراسم تجلیل 70مین سالگرد خاتمه بلوکاده لنینگراد دایر شد. در سالهای جنگ دوم جهانی فاشیستان آلمان و متفقان فنلندی آنها طول 872 روز لنینگراد را محاصره کرده بودند. در جریان محاصره لنینگراد نزدیک 1 میلیون ساکن این شهر از گرسنگی، بیماری‌ها، سردی و تیرباران‌های منظم هلاک شدند. در آثارخانه یهودی هولوکاست در مسکو مراسم به یاد قربانی‌های لاگرهای کنسنتراسیونی فاشیستی برگزار شد. 27 ینوری سال 1945 نیروهای شوروی کنسلاگری اوسوینتسیم پولشا یا خود لهستان را اشغال کرده تخمیناً 7000 بندی این فابریکه مرگ را نجات دادند. در منطقه 400 پاکستان مراسم یادبود پیشوای ملت‌گراهای پشتون به چخان دایر شد. نام برده 26 سال پیش در همین روز به هلاکت رسیده است. در مراسم پیشواهای پشتون عهدهدار شدند که مبارزه با افراطگرایی دینی و جنگجویی را ادامه دهند. بچه‌خان در سالهای 20 قرن گذشته با مقاومت غیر مسلحانه با مستملکه‌داران بریتانیایی مشهور شده بود. در افغانستان یک نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد تحقیقات انجام داده خلاصه کرده است که بخش نفقه، تقسیم زمین و تعیین خادمان به وظیفه‌های دولتی در افغانستان به رشوه‌ستانی مایل بوده به نظارت جدی‌تر نیاز دارند.